الو بله بابا سلمان چخیلی؟ میشه اخبار است که بفرمایید. نازه بعد نیستیم بفرمایید. بابا سلمان چی خواه بحثای بی معنی میکنی برادر یکی؟ خیلی 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 یک بحثی با من کنیم کو. خیلی بچه یک میدک یک آینه در اختا نگاه که کی چی توجیک هستی خیلی سای قرغز گازی خیلی سای همین من نمیفهمم. من در گیجا گفتم قرغیز شما در گاب نیست بزنین. هی من در گیجا گفتم ای خدا دیکا گفتی بونه میکی اخی نشود که فامیل اونو طیبات نکرده اخی تشریف کردی نیستی فامیل تا گفتم یکم ترک علمان بحث کنین. من میگم که برادرای عزیز مشکلاتی که در مرز هست مشکلات دیپلماتی است. سیاست در اینجا مهم است. اونی قرغز کسی تو مرزا گوشی پیپیویجا دربار این مردم روز شدن هم آخی وظیفه من نیست درباری مردم راست شدن. اگر زمانی که من لازم میدونم میرم در اون حالت راست میستم. حالا حکومت از یک فایز نظامی استفاده نبرد در زروجه. ما نظامی داریم. اونها از بودجه کشور معاش میگیرن. اونها کیف و صفا میکنند. ماشین های زره پوش دارند. کمک های بشردوستانه کشورهای خارجی را میگیرند. میلیون ها پول با او وزارت و با او کمیته و با او ساختاری داده شود. من میگم که حالا در قدم اول حکومت در مقابل قرغیز از نظامی استفاده بره. گیجا این از قرغیز دفاع کردن است. هی تو برادر تو دیدی که در امو چی قدر قرغیز شهروندای اودیش او پروبلم قرغیز اخی. او من در او کار ندارم. شهروند اودیش دفاع میکنه. شاید قانونگذاری کشورش همون باشه من نمیدونم. اما کشور ما قانون داره که قرار داره. کشور ما میگه که تا زمانی که حالتهای فوق العاده نشود نباید با چنین برنامه دست زد. حالا ما به جای نرسیدیم. اگر کشور در حالت خطر قرار داره از طرف پرزیدنت امالی رحمانوف حالتهای فوق العاده اعلان کرده می شود. خب بعد در مرحله دوم باید از افیسرهای زپسنایی که ما داریم زپسنای افیسر باید آنها سلاح بگیرن بروند. مردم عادی در این حالت حالا باید نروند. مردمی برعکس مردمی لب مرز از جای جنگ بیرون کرده شود. نظامی در اونجا بیسته بجنگم. مگر من یکم اشتباه میکنم یا که شما نمیفهمید؟ بله این افسرهای زپسی گفتگیش یا تاش اینمی تو خودت اینا نه من خدمت نکردم. اینمی تاش تو خودت دگیجو اینا با رنگی تو با یک دور یک گلای دیگه هم خیلی وای اما هم افسر زپسن رنگی تو بور هم جایم ای نه او افیسر زپس نیست. او کسی که افیسر زپس خدمت حربی کردگی است و این بله داره سوگند خوردگی است. سلاح آبوتا بیفتگی است. با سلاح جنگیده میتونه. و من با سلاح نجنگیدم. من خدمت حربی نکردم. من نمیجنگم. چگونه من باید مرد برم سلاح بگیرم و جنگم؟ این اشتباه است. این اصلا اگر حکومت مرا میگه تو بیا سلاح بگی برا بجنگ پس او حکومت مریض است. در حالی که من از سلاح استفاده بردن نمیتونم برای من سلاح میتونم میگه برا بجنگ تو. این اشتباه است. انا یک گپ دیگه که هیچ کایوچاش یک برکت سلاح کتی جنگ او کسی که میره خدمت میکنه تمرین میکنه او میدونه. ها میاد میگیری همین چیزا نه او در حالت جنگی من باید کسی که آخه را بینده گردنی بیا تو داری جا بیو نه آخه شما میگین که صحبتای بی معنی داره. همین خود همین فهمیش بی معنی است. شما میگین که میری در اونجا با یاد میگیری. آیا در حالت جنگ وقتی یادگیری است در اونجا جنگ رفته من باید سلاح برام یاد بگیرم؟ نه خش تبور تای نه او جعفر خش تبور تای خلاص نه مشکلی در خش تبوری نیست. شما نادرست نفهمی. نه مردم نادرست نفهمین حرفی مرا. من مسئله را دیگر طرف بحث میکنم. من میگم حکومت باید از نظامی استفاده بره در این حالت ها. چرا شما میگه که خش تبور در قرغیز نه؟ راست میگم برادر از تو نگاه که چیکو کردستی تو خود یا برنامه یا برنامه تابو منتموشو که چیکو کردستی چیکار کردستم؟ تو نخواه میکنی خیست تو به تالیاد مونیست تو نه اوخای من احمقی او را بروردم که شرمندگی هستی. قرغیز به حال این به این حالت نظامی ما میخنده. ای مردک دنیا میخنده. میگه اونا در اونجا جنگیده سیان. یک گروه مسخره باز برآمده با ملت مسخره بازی داره. این مسخره بازی است. این یگام جای چی نیست. من یگام جنایت نکردم. من حکومت میگم که حکومت
از این مسخره‌بازی دست بکش. اگر اینا باز هم وریانت ب را استفاده میبرم، به خدا قسم اینا همین روز حکومت رحمانوف به استعفا برود، با تمام وزیراش، گنرال هاش، با تمام آن نظامیایی که در دست سلاح دارند به استعفا بروند، مرز باز بکنند. به خدا قسم اگر ما نرفتیم، خودم در همون مرز ایستاد نشدم، من همین هر چی که براتون هست قبول. دیدی ده پاگونگی تدیدی توزی گفتی که من استفاده بودن نمیتونم، من نمیتونم. به خاطری که حکومت شما میگه وظیفه شما است. من میگم حکومت اگر نمیتونه از نظامی به استعفا بروه، مرحمت. مرد یکی بروک داره داره میونش وای داره کمربند میگن کو. امروز زنهای امروزه رو هم کمربند میبندن، قبل دقیقه او کمربند نیست امروز. نه برادر عزیز، او زنو دیگه نه با تو دیگه ای. تو باید خودت بست یا بر بست یا همی برنامه آخه سوالی مرا جواب ده، سوالی همین سوال جواب ده. آیا ما در کجا در همین حرفم داری تمیز داری تیا بست، یعنی گو که دولت دیگه چیکو کسان چی پیشروی کسان، تو نبرود سنگ زدستی بسانی مردمی توجی تو یک اقل تکور فرمون. بچه تو بچه با عقلی قدر گپوی وای میزنی و خودت بست یا بر فکر که چیکار کردم که فکر کنم؟ خود تو بست فکر که خودت از نگاه که چیکار کردستی تو یا اقل تکور فرمون بسته. ما سلمان و ما کی نیستم، بچه قمچینبگ نیستم یا بچه جعفرف نیستم. بس یا فکر که اخی تو توجیکی تو باید ای توجیک خودت حمایت کنی. تو خیستی برو ورده ورتالیوت اینه تریای این ای زنک برو مده کلوبی تریای چی زون همه کسی تا بچه مردک سا تو میون تانیگو که رمین داری و نه. بحث سر این نیست، در اون طرف نگذاریم، این مشکلی نیست. برای من مرحمت، من برای چی امروز از قرقیز حرف میزنم؟ من میگم که مردم بحث سر او وزیر رئیس کمیته امنیت نیست، بحث سر مردم است که از رئیس طلب داره که برای ما بیا شهر بده که در مرز شما چیکار انجام دادستین. برای من یک نواری از همون رئیس کمیته امنیت بیار که چیکار کردستین. آیا آینده وطن در خطر است یا که واقعا اونها برنامه دارن؟ برادر تا همین دوری شدم خیلی کردم بگیرم که گپوی زیادتی بگوی انش نه خطر گپ زیادتی نگو. تو بخیر بیو راست که مردکی دمیون کمربند داری بخیر بیو جنم خطا نام بچه‌ها روز شه خطی هم بگو که من برای وطن خدمت میکنم. چرا گنرال ها نمیرم؟ چرا من برم؟ چرا رستم رحمانوف گنرال است نمیره؟ گنرال گام نزو. خودت نمیفهمی، خودت نمیدونی، معلومات نداری. من از همون معلوماتی که حکومت میگه، قانونگذاری کشور میگه برات میگم. من از آسمان نمیگم. اینجا گپ سری ریمن داشته باشه. این گپا رو ول کی گپای کوچگی است. این گپای کوچگی است. ریمن داری بیا ریمن ول کی گپا. برای من از روی قانون گپ زن کی قانونگذاری کشوری گپ میگه. من نمیگم و منطقاً عقلاً هم برای در دل خو کشور دنیا بگو که ما یک وزارت داریم، یک کمیته داریم، یک اداره داریم، یک ساختار داریم. اونها از بودجه کشور معاش میگیرن به خاطر مرز و بوم وطن دفاع کردن. اما چند روز پیش در کشور در مرز قرقیزستان ما جنگ شد. همه نظامیای ما خفته در لکسوس مرسدس در دچه ها کیف و صفا از کلاب یک گروه مردم جمع کردن، سلاح دادن. جناب عالی ما با شما ما میجنگیم از بدخشان، از غرم، از ونج. برای یک اجنبی همیه بگو به حالت میخنده میگه برادر ادادر شما از بودجه کشور معاش میتین برای اونو. در این حالت اونها باید از شما دفاع کنن. میفهمی؟ نه چی اما اجنبی ها شما هستین که میخندین. اما اجنبی ها شمایین. فهمیدستی؟ اما اجنبی ها شمایین که میخندین به حالی انا گفتی خودت کی از میگوی که اوش برآمده کلوبش برآمده. اما اجنبی ها شما هستین. من برای شما اسپکتاکل نشون دادم. تئاتر که در مرز جنگ رفته است. حکومت در تبلیغ رحمانوف دو موسفید جمع کرده در یک ورتالیات کلید شدگی برنامه کرده است. آخه اینو گفته استم برای شما. دیدی چه خود دو قدر وای نبوده. خبر همین انا گفتم صحبت بعد دیگه